پدر حرف زدی. مردم قضاوت کنید کداممون راست میگیم، کدوممون دروغ میگیم، کدوممون باسوادیم، کدوممون بیسوادیم. من درد شما رو میفهمم توده ای عزیز، حست میکنم. سالها، دهه‌ها با شاه جنگیدی، مبارزه کردی، اما هنوز این شهامت رو نداری که بیای بگی که کی هستی. آدمی که برای ابراز نظرات خودش، من یه آدمی با شناسنامه، با قیافه خودم میام جلوی دوربین میشینم حرفامو به مردم میزنم. تو اگر راست میگی چرا رفتی پنهان شدی توی پستوی خانه‌ات؟ بیا اینجا، بلند شو، بیا اینجا، بلند شو، بیا جلو دوربین. مگه از حق نمیخوای دفاع کنی؟ مگه نمیخوای شاه رو محکوم بکنی؟ مگه نمیخوای بگی این رژیم رو محمد رضا شاه آورد، تو نیاوردی؟ و تو و دوستان تو، هر آن کس که سر در آخر بیگانه داشته مثل جناب عالی. میدونم دردت گرفته، میدونم برای اولین بار بوده حرفایی شنیدی که این حرفا روی مردم تأثیر گذاشتن که حتی تو خانوادت هم تنها موندی. الان هم بیان هم فشار خون منو بگیرن هم فشار خون شما رو بگیرن. قول بدونم مال من طبیعیه.